جفت شده را در کنار راه گذاشتند. بیش از 160 کیلومتر لوله میان آقاجاری و بندر گناوه خوابیده است. خط لوله در گناوه به 2 شاخه تقسیم خواهد شد و برای رسیدن به جزیره خارک به ته دریا خواهد رفت. شیاری عمیق آماده کرده اند تا خط لوله را در آن مدفون کنند. کندن این شیار کار ماشین عظیمی است که برای طرح چم ساخته شده. این غول سرخ شیارزن جای صدها کارگر بیل و کلنگ به دست را گرفته و چنگال‌های تیزش تا عمق 2 متر زمین را می‌شکافد. فرسنگ بعد فرسنگ، روز بعد روز، ماه بعد ماه.